با مقصد استحصال میوه‌های از لحاظ اکولوژی تازه ساکن ناحیه واسه عبدالسلام جمعیف نزد قطعه زمین نزد حولیگی منزل استقامتیش امسال این تاکزار را بنیاد کرد. نهال‌ها همین سال شناخته شده در حال سبزیش قرار دارند. در پرورش و نگهبانی تاکزار عبدالسلام از تجربه تاکپروران شهر ترسونزاده استفاده کرد. از تلویزیون دهخانه انگور پروری که من از شهر ترسونزاده شهر حصار نشان میدادن دیدیم و هوسمند شده بودیم. از ماه مارت 2020 سال ما من همی 5 نهال درخت انگور، 2 تاش غلبه، من 2 تا بنگی و حسینی و اخیرانگیش انگور شاهانه رو از ماه مارت شنوندیم. من تا حاضر خب چایلوب در برآمدم. مهنت زحمت های کردگیمون بگیم که برباد نرفته است. در آینده با انشالله نصیب حرکت میکنیم که همین باغداری و مهنت و زحمت های نسبت همین باغداری میکردگی را رواج رونق بدیم. عبدالسلام طبیب از کلینیکای شخصی دارد. او میگوید که استعمال میوه تازه و گیاهای طبیعی عامل اساسی سالم نگاه داشتن آدم میباشد. در این سمت اویدی تطبیق نمودن قرار حکومت مملکت استفاده ثمرناک زمین را به راه مانده است. او هر یک وجب زمین نزد حولیگی منزل استقامتیش را عاقلانه استفاده نموده است. غیر از تاکزار در باغ نزد حولیگی عبدالسلام زیاده از 100 عدد نهال‌های گوناگون میوه دهنده پرورش و نگهبانی کرده می شود. همه روز صدها کیلوگرم چنین میوه‌ها به بازار برآورده می‌شوند. آلو و خرما امسال حاصل بسیار دادند. ذخیره ها هست برای تیر ماه زمستان تا بهار. ذخیره ها را از خود همین باغ برآمد. یعنی زردآلو، آلو، خب یعنی سیب بیهی، خب انار، انجیر، خب همه نمودی دیدیم که درختان میوه دهنده امسال حاصلشون خوب بود. در آینده با انشالله نصیب من حاصل ناکشون با بلندتر می شود. خب اینا ذخیره کرده گرفتیم. این محصولات ها شربت و نوشابه های گوناگون همه گونه ظرف پر از محصولات زیاده از 1000 عدد در تخانه ذخیره شده از حاصل میوه های باغ قطعه زمینی نزد حولیگی تیار کرده شدند. عبدالسلام مقصد دارد که امسال در برابر تاک پروری و پرورش نهال های سیتروسی مشغول شود. این قطعه زمینی نزد حولیگی را برای ساختمان گرمخانه جدا نموده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.